ادامه خبرها. بعضی از روستاهای کشورمان علاوه بر تولید محصولات کشاورزی توانمندی‌های فراوانی در گردشگری و تولید صنایع دستی دارند. یکی از این روستاها روستای دشتک است. هزار و 200 سال پیش در فارس مردمانی سخت کوش و بانشاد به پشتوانه آب و هوای مناسب بر روی کوهی بلند در دشتی کوچک روستایی را بنا کردند که بعدها دشتک نام گرفت. این روستای زیبا در ارتفاع 2050 متری از سطح دریا بر روی کوههای شمال غربی شهرستان مرودشت واقع شده است. سایه‌سار درختان گردو و بادام، چشمه‌های زلال، آبشارهای نقره‌ای، سرب 1000 ساله آسیاب‌های قدیمی و هوای مطبوع از ویژگی‌های روستای 600 خانواری دشتک است. اما مهمترین ویژگی دلبستگی مردم نسبت به سنت‌های قدیمی در ساخت خانه‌های گلی است که به شکل هنرمندانی تک تک خانه‌ها در سراشیبی و با نظم خاصی در کنار هم قرار گرفتند. وقتی که در کوچه‌های این روستا قدم برمی‌دارید احساس می‌کنید قلب دشتک بر روی صخره‌ها می‌تپد. اکثر منازل این روستا بر روی صخره‌های سنگی و به شکل جالبی ساخته شده است. در این روستا هرچند دالان‌ها تنگ و تاریک و کوچه‌ها سخت و سنگی است، اما اهالی دشتک از قدیم الایام با هنر الفت خاصی داشتند و این هنر گاهی در خواندن آواز خودش را نشان می‌دهد. شبم گرگای کنم روزم بخلا بام که دشمنای ندوند یا بال در آثار به جای مانده از دشتک قدیم نشان می‌دهد مردم این روستا به دلیل سختی مسیر ارتباط کمی با روستاها و شهرهای دیگر داشتند و همین شرایط سخت باعث خودکفایی این روستا در سالیان دراز گردید، به طوری که سالهای نچندان دور تولید انواع صنایع دستی در این روستا رایج بوده که اکنون به بوته فراموشی سپرده شده. البته آقای خوشخلق آخرین گیودوز دشتکی پس از 70 سال عوض شدن سلیقه‌ها و کسادی بازارگی به راه جان خریده و همچنان به حرفه خودش ادامه می‌دهد، البته با شکوه و شکایت. رواجی نداره، حالا هیچ کار نمی‌کنه. خود من هم کفش میتونم اینا میپوشیم. نه بیشتر گیوه میپوشی یا کفش جدید؟ کفش. وقتی خودت نمیپوشی چه توقعی از مردم؟ کفش. اون نمی‌دونم. آقای خوشخلق و روستای دشتک یکی از هزاران روستای پرتوان کشور رو ترک می‌کنیم با امید اینکه روزی گیوه و ده‌ها صنایع دستی فراموش شده دیگر را در پشت ویترین مغازه‌ها مجددا ببینیم.